درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز دوشنبه 7 مارس. در ناحیه 5 مراسم دفن سرباز برگزار شد که در جنگ با گروه مسلح در سرحد تاجیکستان با افغانستان جان باخت. سهراب سفالوف روز 5 مارس ضمن مقاومت به گروه مسلح در حدود دیدبانگاه ناحیه 5 کشته شد. در ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی روز 7 مارس به رادیو آزادی گفتند ضمن درگیری با گروه تروریستی یک عضو این گروه را کشتند و 2 نفر دیگر را دستگیر کردند. مقامات افغانستان گفتند که این گروه اعضای طالبان و قاچاقبران مواد مخدر هستند و از ترس کشته شدن در عملیات نیروهای افغان خواستند به قلمرو تاجیکستان فرار کنند. تاجیکستان با افغانستان نزدیک 1400 کیلومتر خط مرز دارد و در بعضی از منطقه‌های نزدیک سرحدی افغانستان گروه‌های تندرو پناه بردند. مقامات انتظامی شهر دوشنبه سبب‌های صدمه نقلیاتی را تفتیش می‌کنند که در نتیجه آن یک دخترک 11 ساله کشته شد و 2 همسنفی دیگرش زخم برداشتند. با گفته شاهدان راننده ماشین سبکرو از بی احتیاطی هنگام عبور کریمه قربانووا، سفینه نوروزووا و شیرین قیومووا خوانندگان مکتب تحصیلات همگانی رقم 14 در شهر دوشنبه آنها را ذبح کرده و سبب مرگ اولی شده است. 2 نورس دیگر در شفاخانه طبابت میگیرند. راننده که اسمش را اعلان نکردند بعد تلاش برای فرار از محل حادثه دستگیر شده است. والدان کودکان شکایت میکنند که در این راه که کودکان از مکتب زیاد میگذرند چراغک نیست و در گذشته هم چند کودک زیر چرخی ماشین ماندند. دادگاه ایران تاجر و ثروتمندترین فرد این کشور را با گناه تقلب مالی به قتل محکوم کرد. حکم بابک زنجانی و 2 نفر دیگر روز 6 مارس در تهران اعلان شد. بابک زنجانی که در تاجیکستان هم سرمایه گذاری کرده است در عهد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شهرت یافت چون با دور زدن تحریمات بین المللی نفت ایران را در خارج می‌فروخت. دادگاه بابک زنجانی را به تقلب مالی و دیگر جنایت‌های اقتصادی گناهکار دانست و امداد که میلیاردها دلار خساراتی واریده به دولت را برگرداند. بابک زنجانی را ماه دکبر سال 2013 دستگیر کردند و وکیلانش حق دارند به دادگاه تجدید نظر شکایت برند. یکی از مبلغان اساسی حکومت روسیه در تلویزیون دولتی وستی از رسانه‌ها و ساکنان کشورش خواست از قضیه قتل بیرحمانه کودک روس به دست یک دایه ازبکستانی هنگامه نسازند. دمیتری کسلیوف در یک برنامه خبری شام 6 مارس گفت سربریدن دخترک 4 ساله روس هیچ ارتباط به عیسی پیغمبر و یا الله ندارد، زیرا هم دین اسلام و هم دین مسیحی انسان را به اخلاق و نیکی هدایت می کنند. با گفته تحلیلگران دعوت دمیتری کسلیوف تلاش برای جلوگیری از اوج گرفتن خصومت و بدبینی نسبت به مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی است که آنها همواره مورد تعقیب و تحقیر و حمله قرار می گیرند. گلچهره باباقل و یک زن ازبکستانی روز 29 فوریه سر یک دخترک 4 ساله روس را بریده و بعدا در دادگاه گفت که کودک را با امر الله کشته است. مقامات می گویند این زن بیماری روانی دارد و حالا پروندهش تحقیق می شود. در شهر دوشنبه محفل شعر گل رخسار یکی از ادیبه‌های شناخته تاجیک برگزار شد. در محفل در تئاتری به نام لاهوتی شاعران و نویسندگان تاجیک از گوشه‌های گوناگون تاجیکستان حضور داشتند و بازار صابر هم که چند پیش از امریکا برگشت. گل رخسار در این محفل شعری تازه و به قول خودش گیمن نوروز را معرفی کرد. از عهد کیان آمد، سرسبز و جوان آمد، با پرچم خورشیدی با شوکت و شان آمد. نوروزی جمشیدی، جمشیدی نوروزی. و گزارش کامل در این باره در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.